هدف و تمام تلاشی که برای رسیدن به اون لازمه موجوده. من انجامش میدم. خب من داشتم کار روزانه رو میکردم. اسلحه ها رو تمیز میکردم که میدون تیر برم. روزی 20 مایل راهپیمایی میکردم و در میدون با اسلحه سینه‌خیز میرفتم. دویدن با چکمه‌های نظامی و سایر تجهیزات ساعت 5 صبح باعث شد تا اون شب همه از شدت خستگی تقریبا شبیه به جنازه بیفتن. واقعا آزاردهنده بود. من برای مدت 3 ساعت تمرین کردم و دوباره صبح زود بیدار شدم. یک تعارض محرز وجود داشت، یه جور دوراهی. به این خاطر که بلند کردن وزنه در جوخه‌های سنتی انجام میشد. اونا از این ایده استقبال نمی‌کردند. حتی وسایل لازم برای این کار رو نداشتن. من باید میرفتم اون بیرون تا هر راهی که برای انجام بعضی تمرین ممکنه پیدا کنم. همه به من میگفتن که دارم تو مسیر اشتباه قدم برمیدارم یا اینکه خیلی رویایی هستم و به درد کاری نمیخورم و یا چیزهای دیگه. اما هر چی که بود باید بهش غلبه میکردم و مهم نبود که برای رسیدن به هدفم چقدر باید زحمت بکشم. هدفم این بود که یک قهرمان جهانی بشم. بزرگ فکر کنید. اون موقعی که تبدیل به آدم بزرگی میشید و بعد چیزهای بزرگی به دست میارید. این مهمترین چیزیه که باید بدونید. چیزهای بزرگ تصادفی به دست نمیان. پس برای رسیدن به بالاترین ها و ستاره ها تلاش کنید. سقفتون آسمون باشه. تمام بدیهای من که بقیه راجع بهش صحبت میکردن کم کم داشت برای من تبدیل به سرمایه میشد. وقتی فیلم کنن وحشی ساخته شد، کارگردان فیلم پیش من اومد و بهم گفت اگه تو وجود نداشتی مجبور میشدیم یکی دیگه بسازیم. بعدها کارگردان فیلم ترمیناتور به من گفت نمیتونستم تصور کنم کسی که لهجه نداره نقش ترمیناتور رو بازی کنه. در ضمن کسی هیکلش مثل تو نیست. نمیتونم دیالوگ من برمیگردم رو با یه لهجه معمول آمریکایی تصور کنم و این لهجه آلمانی تو خیلی عالیه. پس همونطور که گفتم هرچی که بقیه برای من بد میدونستن به نفعم شد. همینطور که زمان میگذشت من بزرگ و بزرگتر شدم و پیشرفت کردم. فیلم‌های مختلفی بازی کردم برای اینکه بتونم درآمد بیشتری داشته باشم تا اینکه بالاخره به جایی رسیدم که بیشترین دستمزد بازیگر مرد با 30 میلیون دلاری که در ترمیناتور 3 گرفتم نصیب من شد. در آن زمان پرورش اندام در اینجا وجود نداشت و همه ما دائما اونو مسخره می‌کردیم. بی خیال آرنولد، تو رویا پردازی می‌کنی، بس کن. و پدرش اصلاً اونو دوست نداشت. راجع به پدرم این که مایه شرمندگی من هستش و از اون خیلی صدمه دیدم. چیز دیگه‌ای که وجود داره اینه که باید با تمام وجود زحمت بکشید. اگه فکر میکنید که کار مهمی رو به انجام میرسونید، توی هر زمینه‌ای که بخواید تو دنیا بهترین میشید. و اگه فکر میکنید که بدون تلاش و کار میتونید به اینها دست پیدا کنید، سخت در اشتباهید. چون من تو هر زمینه‌ای که فعالیت کردم، اعم از پرورش اندام، سیاست و یا بازیگری، همیشه خیلی براش زحمت کشیدم. اگه قصد دارید که سخت کار کنید، باید زحمت بکشید و به فداکاری‌هایی که تو مسیرتون باید انجام بدید هم فکر کنید. این هم قدم دیگه‌ای هست که واقعاً اهمیت داره. از نیرویی که درون خودتون دارید استفاده کنید تا این مملکت و حتی دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنید. این نیرو برای من که به عنوان مهاجر و فقط با $20 به اینجا اومدم کارگر شد. من به این معتقدم و تضمین میکنم که برای شما هم همینطوره. من گفتم میخوام وارد حرفه بازیگری شم. گفتن نه. تو لهجه داری و هیکلت زیادی بزرگ شده. حتی کسی نمیتونه اسمت رو تلفظ کنه. واقع بین باش. الان دهه 70 و دور دازن هافمن و آلپاچینو، مردان کوچک، وودی آلن. حتی وقتی خواستم برای فرمانداری تلاش کنم، به هم گفتن داری شوخی میکنی؟ تو امکان نداره موفق شی. بی خیالش شو. اما من چه کار کردم؟ وقتی گفتن نمیتونی به آلمان بری و توی این رقابت شرکت کنی. من به این توجهی نکردم. من دنبالش رفتم و جواب داد. و من این رفتار رو طرح کلی زندگیم کردم. از شکست خوردن نترسید، چون اگه بترسید همیشه خودتون رو عقب نگه می‌دارید. به این خاطر که از این واهمه دارید که اگه با تمام وجود حرکت کنید ممکنه زمین بخورید. خب ما توی وزنه‌برداری این مسئله رو خیلی سریع یاد می‌گیریم که تنها راه برای شکست یک رکورد اینه که اگه فکر می‌کنید از پسش برنمیاید، موقعی هستش که باید وزن بیشتری اضافه کنید. تلاش می‌کنید. بعضی وقتا ممکنه نتونید وزن رو بلند کنید، که برای خود من بارها اتفاق افتاده. اما وقتی سخت تمرین می‌کنید بالاخره وزن رو بلند می‌کنید. پس از شکست خوردن نترسید. منظورم اینه که مگه تا کجا ممکنه زمین بخورید. توی اتریش شرایط طوریه که بچه‌ها موظفن مسیر والدینشون رو دنبال کنن و ادامه بدن.
اما من برخلاف بچهای همسن و سالم مصمم بودم که باید از اون محدودیت دوری کنم. یه روزی جلد مجله‌ای رو توی پارک فرانسوی دیدم که نوشته بود چطور آقای یونیورس به هرکولس تبدیل شد. من این مجله رو باز کردم و شروع به خوندن کردم. کل نقشه اونجا بود. از خودم سوال می‌کردم اون چیه که انقدر تو رو متمایز می‌کنه؟ چرا تو تنها کسی هستی که همه چیزو واضح می‌بینی؟ رفتن به آمریکا، قهرمانی توی مسابقات مستر یونیورس، وارد شدن به سینما و درآمد $1,000,000. چرا کسی دیگه ای راجع به این صحبت نمی‌کنه؟ آیا واقعیت داره یا فقط یه رویای احمقانه است؟ باید بدونید که امکان داره. تمرکز. کلید حل این مسئله داشتن تمرکزه. دید من به آینده طوری بود که انگار روی صحنه ایستاده بودم، شبیه به ریچ پارک، و این واضح و واضح تر شد. من به این باور دارم. حتما باید امتحان کنید. خیلی چیزا هست که نشانگر غیر ممکن بودن یک کاری باشه. به همین خاطره که من تلاش میکنم به شما بگم که هر چیز و هر کاری ممکنه. اگه بتونید اونو تو ذهنتون مجسم کنید و به خودتون ایمان داشته باشید. وقتی برای فرمانداری مصمم شدم، همون اتفاقات همیشگی افتاد. میتونین تصور کنید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی به اون نمایش شبانه رفتم و اونجا تصمیمم برای کاندید شدن به عنوان فرماندار رو مطرح کردم، مردم پیش من اومدن و گفتن تو دیوونه‌ای. چیزی مثل این رو نباید توی نمایش شبانه عنوان کنی. توی کنفرانس مطبوعاتی تو پایتخت ایالت داری. به علاوه نمیشه اول فرماندار شد، چون با پست شهردار یا سناتور شروع میشه. و من گفتم نمیخوام سناتور یا شهردار بشم. من میخوام فرماندار بشم. چرا متوجه نمیشید؟ خب بقیه‌اش هم به تاریخی مربوط میشه که به عنوان فرماندار انتخاب شدم در سال 2003 و 2006. بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. برای هر تصمیمی که میخواید بگیرید کسایی هستن که مخالفت میکنن. به اونا گوش ندید. فقط تو ذهنتون مجسم کنید و دقیقاً بدونید به کجا میخواید برسید. به خودتون اطمینان داشته باشید. برید بیرون و با تمام وجودتون پیشرفت کنید. بعضی از قوانین رو زیر پا بگذارید و هرگز از شکست خوردن واهمه نداشته باشید.